بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما قرآن دوستان، همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، دوستداران کلام الله متعال. الله رو شاکریم از اینکه بار دیگر این توفیق نصیب ما در وصال حق و شما بینندگان عزیز در جلوی گیرنده ها نصیب گردید تا اینکه دور هم جمع بشیم برای مطالعه، تلاوت و یادگیری قرآن کریم. در یکی دیگر از برنامه‌های آموزش روحانی قرآن کریم و تصحیح تلاوت به همراه شما عزیزان هستیم و به مانند برنامه‌های گذشته انشاءالله در برنامه امروز هم بیاری الله متعال صفحه دیگری از صفحات کلام الله متعال رو به همراه شما عزیزان با هم تمرین خواهیم کرد. روحانی اون رو و علائم و حرکات اون رو صفحه 10 از مصحف عثمان طاها رو از آیه 62 از آیه 62 در سوره مبارکه بقره به بعد تا پایان این صفحه انشاءالله در خدمت شما خوبان عزیزان خواهیم بود در بخش اول برنامه و در بخش پایانی هم توضیحاتی درباره نکاتی درباره چگونگی تعلیم و آموزش حفظ قرآن کریم به اطفال و نونهالان ما و همچنین تماس‌های تلفنی شما خوبان عزیزان رو خواهیم داشت در آنچه که در قسمت اول برنامه تلاوت خواهد گشت. میان برنامه کوتاه میبینیم، برمیگردیم، وقت رو بیشتر از این دیگه صرف مقدمه نکنیم و مستقیم میریم سراغ آیه 62 از سوره مبارکه بقره. ما از 61 آیه گذشته رو به همراه شما حرف به حرف و حرکت به حرکت تمرین کردیم و انشاءالله همین مسیر رو بیاری الله متعال تا پایان کلام پاکش ادامه خواهیم داد اگر عمری باقی بود و اگر توفیق لقا و بقا مقدر بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بله، سلام مجدد خدمت شما خوبان و عزیزان. در صفحه 10 مصحف عثمان طاها و آیه 62 کلام پاک الله متعال در سوره بقره این گونه میخوانیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا، ابتدای خط. در این آیه ما به مانند برنامه گذشته من برای بار اول فقط حرکات رو توضیحی عرض میکنم خدمت عزیزانی که شاید احیانا از ابتدا با ما بودن و بار اولی که هر حرکتی رو معرفی کردیم برای بار دوم دیگه انشاءالله فقط گذرا ازش رد میشه. این حرکت کسره هست
این حرکت این الف هست. وقتی که یک شش مثل شش کوچک همزه هست زیر این الف یا بالا قرار گرفت دیگه بهش نمیگیم الف، به اون میگیم همزه. الان این یک همزه هست و این علامت کسره هست، یعنی در زیر حروف قرار میگیره همیشه به مانند اینجا یا اینجا یا در این خط اینجا این علامت همه علامت حرکت کسره هستن و هر حرفی که این علامت زیر اون قرار گرفت اون حرف به همراه یک حرکت ا خوانده میشه، مثل ا یا اینجا ذ یا اینجا ب یا اینجا ه. این علامت که روی نون هست، این حرف نون، این علامت دو تا علامت روی این هست. الان این علامت بالا علامت فتحه است. فتحه برخلاف کسره که زیر یک حرف قرار میگیره، فتحه بالای حرف قرار میگیره و در هنگام تلفظ اون حرفی که فتحه روی اون قرار گرفته دهان به سمت بالا باز میشه، یعنی فتحه باز میشه دهان. معنی فتحه به این معنی صدای ا میگیره. هر حرفی که روش این علامت فتحه بود اون حرف صدای ا میگیره در هنگام تلفظ. اینجا مثلا نه خونده میشه در دومین حرکتش، یا مثل اینجا ما نه، مثل اینجا رو میرسیم به مثالای بیشترش. این علامت دیگری که اینجا میبینیم علامت تشدید هست، یعنی شدت گرفتن. و علامت تشدید به این خاطر میاد روی یک حرفی نوشته میشه که در اصل اون حرفی که این علامت تشدید روی اون قرار گرفته اون حرف در اصل دو تا بوده، یعنی اینجا دو تا نون ما داشتیم، یک نون اول که ساکن بود، یک نون دوم که فتحه داشته. این علامت فتحه مال این نون دومی هست که فتحه داشته. یک نون هم قبل از این بوده اینجا که علامتش ساکن بوده، اون نون رو به خاطر اینکه در نوشتار راحت تر باشه حذف کردن، نون دوم رو به جاش گذاشتن. همیشه در تشدید حرف اول حذف میشه، نوشته نمیشه، ساکن بوده. این تشدید به خاطر اینکه دلالت بکنه بر اون حرف حذف شده نوشته میشه. و بنابراین خلاصه بحث تشدید این است که هر وقت شما علامت تشدید رو روی یک حرفی دیدید اون حرف رو باید دو بار تلفظ بکنید، یک بار به صورت ساکن به کمک حرکت ما قبلش، یک بار هم به صورت با اون حرکتی که بالا یا زیر خود اون حرف هست. اینجا یک بار الان نون به کمک ما قبل خونده میشه ساکن، یک بار هم به همراه فتحه‌ای که داره چی میشه، اینجا میشه این نه. اما مکس نکنید، من به خاطر اینکه مشخص بشه اینجوری مکس کردم. مکس در هنگام تلفظ ما مکس نمی کنیم، رد میشیم، اما به خاطر اینکه متوجه بشید عزیزان این نه، نون اول ساکن، نون دوم حرکت فتح داره، این نه، این نه. و نون تشدید دار رو غالبا ما میگیم غنه میکنیم به اصطلاح، یعنی روش مکس میکنیم در هنگام تلفظ این نه. و این حالا ان شاءالله درباره احکام غنه باز بیشتر توضیح خواهیم داد در نیم جزء دوم قرآن کریم به یاری الله تعالی. این علامت رو هم بارها من معرفی کردیم. این علامت این الف هست، رویش یک صاد هست، این صاد هست مخفف یک صاد کوچک که بریده شده و هر جایی که این الف رو دیدید روش صاد قرار گرفته به این معنی است که در هنگام وصل خوانده نمیشه. یعنی اگر ما قبل و ما بعد این ما قبل و ما بعدش چیزهایی وجود داشت، حرکاتی وجود داشت، حرفایی وجود داشت، اون خونده نمیشه. اما اگر در ابتدای تلاوت باشه، چه در اول آیه چه در وسط آیه، اما شما خواسته باشید از خود اون حرف شروع بکنید، خوانده میشه که باز ان شاء الله هر وقت بهش رسیدیم نمونهاش میگیم که وقتی خونده شد چطور باید خونده بشه. در هنگام وصل این خونده نمیشه، به همین خاطر میگیم الف وصل. این صادم از همون کلمه وصل گرفته شده. و این لام دوم هم اینجا تشدید داره، دقیقاً مثل همین حکایت نون که اینجا تشدید تکرار شد، این هم اینجا همین اتفاق میافت. خب الان ما این نه، این حرف میشه این نه، این الف خوانده نمیشه، این لام تشدید داره، یعنی یک بار به کمک ما قبل باید خونده بشه. یادتون باشه که همیشه در ساکن و تشدید یک قاعده کلی به خاطر بسپارید عزیزان، یک ساکن یا تشدید همیشه به کمک آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه. حرکت ما قبل، به حرف کار نداشته باشید، حرکت. این الان یک حرکت فتحه است اینجا برز پوزش. الان ما در این تلفظ حرف لام چون تشدید داره نیاز به آخرین حرکت ما قبل داریم. این لام، این الف که خوانده نمیشه، این علامت حرکت نیست، خوانده نمیشه، از فتحه نون کمک میگیریم، نون میچسبه به لام، یک بار لام به همراه فتحه نون خوانده میشه، یک بار هم خودش به تنهایی میشه اینل لا تا اینجا، نل لا. اما وقف نکنید، پشت سر هم باید خونده بشه اینل تا اینجا.
خب این زال کسره داره ذ، اما یه قاعده هست که هر وقت بعد از کسره یا قرار گرفت، الان اینجا ما حرف یا داریم، هر وقت بعد از کسره یا قرار بگیره، از اونجایی که حرکت کسره و حرف یا از یک جنسن، شبیه به همن در هنگام تلفظ، این کسره دیگه ا تلفظ نمیشه، یک کمی بیشتر کشیده میشه به خاطر حمایت این یا بعد خودش و صدای ای میگیره. اینجا میشه چی؟ این الذی، نمیگیم لذه، ذه نمیگیم چون یا اومده میگیم ذی. این الذی، نه این الذین، تا اینجا این الذین. این همزه علامت همزه است. همزه احیانا به تنهایی با یک چش به تنهایی میاد، یا بعضی وقتا مثل این همزه‌ای که اینجا داشتیم با همراه الف میاد، زیر الف یا بالای الف. به هر حالت وقتی که چه این با الف بیاد چه تنها خودش بیاد اسمش همزه هست. الان اینجا ما یک همزه داریم، یک الف. این فرق میکنه با این. وقتی که این شش روی الف یا زیر الف قرار گرفت خود همون میشه همزه کامل. اما اینجا یک همزه داریم، یک الف جدا. این دوتا با هم دوتا حرفن. الان همزه فتحه داره اما نمیگیم اینجا چرا؟ چون همینجور که اینجا کسره بعدش یا اومد نگفتیم گفتیم ای. اگر بعد از فتحه هم الف قرار گرفت، بعد از فتحه الف قرار گرفت، هر وقت بعد از فتحه الف قرار بگیره، اون حرفی که فتحه داره، اون حرفی که فتحه روی اون هست، اون حرف صدای آ میگیره در هنگام تلفظ. دیگه تلفظ نمیشه، نمیگیم ان الذین آمنو، میگیم ان الذین میکشیم صدای آ میدیم بهش. آمنو هم نمیگیم، آمنو هم نمیگیم. چرا؟ این قاعده رو قبلا هم توضیح دادم خدمت شما عزیزان. بعضی از حروف رو بنویسید اگر عزیزان ننوشتن احیانا. یک قاعده، چند تا قاعده کلی هست، ساده هست، چون هر برنامه هم تکرار میشه، ان شاءالله حتما حفظ میشید به مرور زمان. ما در هنگام تلفظ هر وقت روی حرفی فتحه قرار گرفت و بعد از اون فتحه الف بود، تلفظ میشه. اما دو تا نکته باید مد نظر ما باشه. یک هست مثل اینجا آمنو، یک آمنو، آمنو. ببینید دهان یک بار به سمت بالا باز میشه، یک بار به سمت بغل. کدوم درسته؟ این رو در 8 حرف از الفبای عربی فقط در 8 حرف دهان به سمت بالا باز میشه وقتی که فتحه داشته باشن بعد از اونا الف قرار بگیرن. که ما میگیم حروف مستعلیه، یعنی از استعلا گرفته میشه. استعلا یعنی طلب بالا رفتن، استعلا از علو گرفته شده یعنی بالا رفتن. حروفی که بالا میره دهان در هنگام تلفظشون یعنی به سمت بالا باز میشه، به سمت عمودی باز میشه دهان. اینها 8 حرف: صاد، ضاد، تای دسته‌دار، وا، غین، قاف، خا و را. فقط همین 8 حرف هستن که وقتی الف قرار بگیره روی اینها پرخونده میشن. مثلا میشه سا، نمیگیم س، یا وا و نضالین مثلا، یا میگیم طائفه مثلا. مثالاش واحد. اینها صاد، ضاد، تا، ذا، غین، قاف، خا و را، اینها رو دقت بکنید. این 8 حرف پرخونده میشن. به اصطلاح میگیم پرخونده میشن، دهان به سمت بالا باز میشه. غیر از این 8 حرف هیچ حرفی در هنگامی که الف روش باشه پر نمیشه و به سمت بالا دهان باز نمیشه. اینجا برگردیم روی مثال. الان ان الذین، این همزه از اون 8 حرف نیست، به همین خاطر نمیگیم ان الذین آمنو، ان الذین آمنو، نه، ان الذین آمنو، آمنو. دهان به سمت بالا باز نمیشه، افقی باز میشه. خب میم فتحه داره میشه ما. نون، الان ما اینجا نون این علامت ضمه هست، این علامت ضمه هست، یعنی هر جایی که روی هر حرفی قرار گرفت صدای او میگیره. این حرف صدای او میگیره. او نه، او. فقط در یک حالت میشه او، اون هم در این مثال. وقتی که بعد از ضمه واو قرار بگیره، اون موقع اون صدای ضمه، حرفی که روی اون ضمه قرار گرفته دیگه او تلفظ نمیشه، او تلفظ میشه. اینجا چی میشه؟ آمنو، آمنو. مثل
بعد از اینجا 3 تا مثال پشت سر هم مثال‌های جالبی داشتیم که کسره همیشه صدای ا میده مگر وقتی که بعد از اون یا قرار بگیره که میشه ای. فتحه مثل اینجا ان الذین صدای ا میده آ نمیشه مگر وقتی که بعد از فتحه الف باشه. هر وقت بعد از کسره یا بود صدای ای میگیره، هر وقت بعد از فتحه الف بود صدای آ میگیره، هر وقت بعد از ضمه او بود صدای او میگیره. فقط در همین 3 حالت این 3 حرکت از حالت طبیعی کشیده‌تر میشن. کسره میشه ای، فتحه میشه آ و ضمه میشه او. در غیر از این 3 حالت همیشه ا و او میشن. حالا مثالای دیگه. خب تا اینجا این الف علامت 0 روش هست. هر وقت الفی دیدید که این علامت 0 روی اون بود یعنی خوانده نمیشه. نوشته میشه اما خوانده نمیشه. در فارسی هم مثالهایی داریم مثل کلمه خواهر که ما خواهر می‌نویسیم اما خواهر نمیخونیم، خواهر میخونیم. یا خواندن رو ما خواندن می‌نویسیم، اون واو رو ما نمیخونیم. و مثالهای الف‌هایی هم هست که خوانده نمیشه. این الف خوانده نمیشه. خلاصه کلام اینجا این الف خوانده نمیشه. هر الفی که این علامت 0 روش بود خوانده نمیشه. تا اینجا ان الذين آمنوا. خب والذین اینجا واو میچسبه به لام چون الف خوانده نمیشه. لام هم یک بار به کمک فتحه ما قبل خوانده میشه، یک بارم تنها مثل ان الذین در ابتدا. والذین ها ه فتحه داره اما بعد از فتحه الف هست. اینجا فتحه صدای آ میگیره. هی دو چشم از اون 8 حرفی که پر خونده میشدن نیست، به همین خاطر اینجا نمیشه هادو، میشه هادو. والذین هادو. دال ضمه داره بعدش واو قرار گرفته به مانند آمنو مثل این. اینجا هم صدای او میگیره چون تقویت میشه ضمه با این واو بعد از خودش. این الف هم خوانده نمیشه به مانند الف آمنو. دقیقاً همون اتفاق اینجا میفته. والذین هادو نگید هادو. والذین هادو. اینجا واو فتحه داره، الف این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام علامت نداره. یه قاعده دیگه هم مد نظر شما عزیزان حتما هست. در مصحف شما هر وقت 4 حرف واو، الف، لام و یا، واو و الف و لام و یا که اگر سر هم نوشته بشه به هم بچسبن میشه والی. کلمه والی رو به خاطر بسپارید یادتون نمونه. واو، الف، لام، یا. این 4 حرف اگر دیدید در مصحف هیچ علامتی روی اینها نبود، هیچ حرکتی روی اینها نبود، خونده نمیشن. اینا رو میگیم حروف ناخوانا. حروف واو، الف، لام، یا. حروف والی میشه حروف ناخوانا. اینجا لام، الان ببینیم این لام در این عبارت هیچ علامتی نداره. این فتحه و تشدید مال نونه. این لام خوانده نمیشه. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام هم خوانده نمیشه. نون تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. حرکت نه حرف. ببینیم الان حرکت، این که حرکت نداره لام، الف هم که حرکتی نداره، یک علامت صاد داره فقط. به همین خاطر از واو کمک میگیریم. واو میچسبه به نون، یک بار با واو خوانده میشه با فتحه واو. کلمه نون ساکنه اول و نون دومی با فتحه‌ای که خودش داره میشه چی؟ ون نه تا اینجا ون. خب ببینیم بعدی صاد فتحه داره، بعد از فتحه الف قرار گرفته. این الف کوچک دقیقا همون حکم الف بزرگ رو انجام میده. مثل اینجا فرق نمیکنه که الف به این شکل نوشته بشه، فتحه بعدش الف به این شکل باشه یا این که به این شکل باشه. صاد فتحه داره بعدش یک الف کوچک. اینجا صاد باید صدای آ بگیره، یعنی نمیگیم نه سره، فتحه نمیدیم، صدای آ به صاد میدیم. و صاد یکی از اون 8 حرف هست که پر خوانده میشه، از حروف مستعلیه هست. صاد رو ما در حروف مستعلیه داریم. خب این باید پر خونده بشه. بعد از این را رو داریم. را فتحه داره، بعد از را این یا خودش خونده نمیشه بلکه این الفش خونده میشه. هر جا یا دیدید که روش الفی قرار داشت اون یا خونده نمیشه، اون الف خوانده میشه. اینجا بعد از فتحه الف قرار گرفته. این فتحه مال را هست، دقت کنید، مال یا نیست، مال را هست. را فتحه داره بعدش الف، بعد صدای آ بگیره.
و چون را هم یکی از اون 8 حرف هست، اینجا را هم پر خوانده میشه. چطور میشه تعبیر؟ اینطور میشه ون نصارا، نصارا، نمیگیم نصره، نصارا، دهان به سمت بالا پر میشه، به سمت بالا باز میشه. والذین هادوا والنصارا. اینجا هم مثل کلمه قبلی واو میچسبه به صاد. اونجا نون بود، اینجا صاد. الف خوانده نمیشه، لام حرکتی نداره خوانده نمیشه. صاد نیاز داره به حرکت ما قبل، فتحه واو میچسبه به صاد. وس بار اول صاد ساکنه، صاد اول. صاد دوم فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته، مثل اینجا فتحه بعدش الف. این هم صدای آ میگیره و پر هم خوانده میشه، یعنی دهان به سمت بالا باز میشه. چطور میشه؟ و نصارا و صا و صا و صا، نمیگه و سه، نه، و صا ب و صا ب. این همزه هست، کسره داره، بعدش یا اومده، همزه کسره داره، صا ب ای ای. این همزه کسره داره، بعدش یا اومده، صدای ای میگیره. و صابئین، و صابئین. من، این علامت ساکن هست. هر جای این علامت رو دیدید به معنای این، یعنی که این علامت، یعنی این حرف حرکتی نداره، ساکن هست و چون ساکن نیاز داره که از ما این رو کمک بگیریم برای حرکتش از ما قبل و به اصطلاح اون رو هل بدیم از پشت سر و این رو از پشت ما با این حرکتی که داره، حرکت فتحه، کمک میکنیم. من ساکن همیشه برای تلفظ نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت ما قبل. من. خب بریم خط بعدی. الان اینجا فتحه بعدش الف، دقیقاً همزه بعدش الف، همزه فتحه داره مثل آمنو در خط بالا. اونجا هم همین آمنه پر خونده نمیشه، همزه از اون 8 حرف نیست که پر بشه. آمنه. به کسره داره، این الف خوانده نمیشه در هنگام وصل. چرا؟ چون قبلش و بعدش به هم وصل میشن. اینجا دیگه اینجا خودش در وسط ما از خود الف که شروع نکردیم، از ب شروع کردیم، الف خوانده نمیشه. این لام اول لفظ جلاله هم خوانده نمیشه. لام دوم تشدید داره. لام اول چون هیچ حرکتی نداشت خوانده نمیشه. جلوتر هم گفتیم هر وقت لام هیچ حرکتی نداشت خوانده نمیشه. لام دوم تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. ببینیم کدوم حرکت است. لام حرکت نداره، الف هم همینطور. از ب کمک میگیریم. باللهی، باللهی. اینجا دقت کنید که من در موضوع لفظ جلاله قبلا همین رو گفتم عزیزان. لفظ جلاله الله، لفظ جلاله هر وقت قبل از لفظ جلاله کسره قرار بگیره، مثل اینجا، اون لفظ جلاله باریک خونده میشه، یعنی باللهی، باللهی. اما اگر قبلش فتحه باشه یا ضمه باشه، فتحه یا ضمه که بالای حروف نوشته میشن، اون موقع پر خونه. مثلا ما والله، مثلا اگر گفتیم والله، والله مثلا، یا تالله، مثال هایی که هست. حالا ان شاءالله در خود تلاوت هم باز بهش میرسیم. مهم اینه که در ذهنتون باشه که لفظ جلاله مثل الحمد لله، جاهایی که کسره قبلش هست باریک خونده میشه، جاهایی که فتحه و ضمه هست پر خونده میشه. مثلا هو الله، هو الله، نمیگیم هو الله، لا هو الله، نمیگیم هو الله، هو الله، الله اکبر، نمیگیم الله اکبر، نه، الله. دهان رو سمت بالا باز میشه. برگردیم به خط تلاوت خودمون. خب والصابئین من آمن بالله والیوم. ببینید الف خوانده نشد، ساکن به همراه واو خوانده میشه. والیوم تا اینجا. والیوم الف خوانده نمیشه در هنگام وصل. لام ساکن نیاز به حرکت ما قبل داره، آخرین حرکت. میم. والیوم همزه فتحه داره، این همزه علامت فتحه داره، بعدش هم یک الف قرار گرفته. همزه فتحه داره، بعدش الف قرار گرفته، دقیقاً مثل همینه، یعنی این حالتی که در ابتدای خط بود.
فقط شکل نوشته فرق میکنه. همزه فتحه داره بعدش الف، اینجا هم همزه فتحه داره بعدش الف، و اینجا هم همون صدای آ میگیره اما پر خوانده نمیشه چون از حروف مستعلیه نیست. والیوم الاخری، والیوم الاخری. خب و عامل صاد پرخونده میشه، فتحه بعدش الف، صدای آ میگیره، پرخونده میشه، از 8 حرف مستعلی است. صالحا. خب تنوین این علامت وقتی که 2 تا فتحه روی هم قرار میگیره یا 2 تا ضمه روی هم قرار میگیره یا 2 تا کسره، این رو بهش میگن تنوین. این علامت رو بهش میگن تنوین و به این معناست که شما بعد از این که اون حرکتی رو که خود حرف داره، اینجا مثلا فتحه، این یک فتحه مال ه است، این اولی فتحه است. دومی که از کجا آمده؟ دومی نشانگر نونی هست، نون ساکنی که بعد از این حرف بوده و حذف شده. اینجا صالحن یک نون بوده ساکن، حذف شده، به جایش یک علامت دیگه روی این علامت فتحه قرار گرفته که این 2 تا بشه. این نشان از اون نون ساکن داره. به همین خاطر ما وقتی که تنوین رو میبینیم، تنوین یعنی آوردن نون، به همین خاطر اون حرفی که روش تنوین داره رو آخر اون حرف رو بعد از اینکه اون علامتی رو که روش هست حرکتش رو ادا کردیم صدای نون ساکن اضافه میکنیم. اینجا چی میشه؟ صالحن، هن، یک نون ساکن به ه اضافه میکنیم. این فتحه ه است، ه، این رو شما یک نون ساکن فرض کنید. صالحن. خب الان ما اینجا چند نکته، این که خود تعریف تنوین که چرا ما نون اضافه میکنیم، این یک مورد. اگر اینجا ما وقف بکنیم، این الف از کجا آمد؟ این الف به این خاطر است که ما در قاعده وقف کردن یعنی ایستادن، توقف کردن، ما یه قاعده داریم که هر جا در تلاوت قرآن کریم شما وقف کردید، چه در خلال آیه چه در پایان آیه، هر جا که آخرین کلمه‌ای که شما میخونید، آخرین کلمه‌ای که تلفظ میکنید باید ساکن باشه. یعنی آخرین حرف تلفظ شده باید همیشه ساکن باشه، نباید حرکت بده. مثل چیه؟ مثل ترمز گرفتن ماشین یا وسیله‌ای که حرکت میکنه. وقتی شما حرکت میکنین یک جای قصد دارین به ایستین، بعد آخر ترمز باشه دیگه، بعد آخر ساکن باشه، یعنی کاملا بیستین، حرکت ندین آخری رو. در قرآن هم همینطوره، در مصحف در تلاوت که خونده میشه حرف آخر حرکت پیدا نمیکنه هیچ وقت. اما یک استثناء داره و اونم همین تنوین ان هست. تنوین ان، این تنوین رو اگر شما ایستادید چیکار باید بکنید؟ این تنوین استثناءً الف تلفظ میشه. صالحن نمیگیم صالحن. این رو چیکار میکنیم؟ ما این رو در غیر از این تنوین ها کلا تنوین رو حذف میکنیم. مثلا کتابون نمیگیم کتابون در هنگام وقف، میگیم کتاب. بعد اما در صالحن ما به جای تنوین الف میاریم، میگیم در هنگام وقف اینجوری چی میگیم صالحه. الف رو میخونیم، به همین خاطر این الف اینجا نوشته میشه. این الفی که الان اینجا میبینید، این الفی که بعد از تنوین ان، همیشه بعد از تنوین ان شما یک الف میبینید. این به این خاطر است که اگر اینجا وقف کنیم این تنوین رو شما فرض نکنید، این فقط یک فتحه در نظر بگیرید با الف. اگر این فتحه بالایی نبود که اون نماینده تنوین هست، چطور خونده میشد؟ میشد صالی ه فتحه داشت بعدش الف، چطور میشد؟ ها میشد دیگه. ه هم که از اون 8 حرف نیست که پر خونده بشه، خا هست اما ها نیست، میشد صالح. این در هنگام وقف اینجا اینطور میشه و عمل صالح در هنگام وقف. اما در هنگام وصل همون صالحن تلفظ میشه. با این در نظر داشت که با این برها توجه که ما در قواعد نون ساکن و یا تنوین هر وقت جای تنوین دیدید یا نون ساکن دیدید باید 4 قاعده رو مد نظرتون باشه. این 4 قاعده از مهمترین قاعده های تجوید هستند و فقط هم مال نون ساکنن یا همون شکل دیگرش که تنوین هست، تنوین یا نون ساکن. هر وقت شما بعد از تنوین یا نون ساکن بعدش
4 قاعده است. اینو من سریع ذکر میکنم که در خلال تلاوت این صفحه دیگه اجازه بهش اشاره نکنم. 4 تا قاعده است که فقط مخصوص نون ساکن یا تنوینه. یعنی چی؟ یعنی شما هر جا در کلام قرآن کریم، در مصحف، در هنگام تلاوت علامت تنوین دیدید، فرق نمیکنه تنوین ان یا اون، یا نون ساکن دیدید، نونی که ساکن هست، یا احیانا نونهای کلمات نمیگذاره، نون ساکن رو بعضی وقتا عثمان طاها نون رو مینویسه روشش علامتی نمیگذاره، اون نون ساکن فرض کنید اون. اگر تنوین یا نون ساکن دیدید، یکی از این 4 قاعده باید اجرا بشه. اگر بعد از تنوین یا نون ساکن، بعدش، اینو همه بعدش رو نگاه میکنیم، در همه حالت‌ها بعدش رو نگاه میکنیم. اگر بعد از تنوین یا نون ساکن حرف با بود، با، ب، این اون موقع چی میشه؟ اون موقع اون تنوین، اون نون تبدیل میشه به میم. در مصحف عثمان طاها شما میبینید یک میم کوچیک میگذاره، مثلا من بعد میشه من بعد. در فارسی هم مثالش همیشه گفتم، زنبور مثلا ما نمیگیم زنبور، نون رو میم تلفظ میکنیم میگیم زنبور، زنبور. به خاطر راحتی تلفظ این اتفاقات میفته. همه اینها به خاطر زیبایی تلاوت و راحتی تلفظ است این قواعد. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین با بود، میشه نون تبدیل میشه به میم، دیگه نون تلفظ نمیشه، میم تلفظ میشه به جای نون. این قاعده ما بهش میگیم اقلاب با قاف، اقلاب یا همون قلب به میم بشن میگن، این تبدیل نون به میم. این قاعده اول که همون اقلاب است، بعد از نون ساکن یا تنوین اگر با باشه. اگر بعد از نون ساکن یا تنوین، یکی قاعده دوم. قاعده دوم، اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف یرملون یا را، میم، لام، واو و نون که اگر سر هم نوشته بشن میشه یرملون. این 6 حرف اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این 6 حرف قرار گرفت، اون موقع اون نون ساکن یا تنوین تبدیل میشه، همون نون ساکن تبدیل میشه به حرف مابعد، هر چی باشه، یکی از این 6 تا هر کدوم که بود، نون ساکن تبدیل میشه به اون حرف و نون تلفظ نمیشه. مثلا من یؤمنو، نمیگیم من یؤمنو، نون چون بعدش یا اومده یکی از حروف یرملونه، نون تبدیل میشه به حرف بعد که یا هست، میشه می یؤمنو، به جای نون یا تلفظ میشه. قاعده دوم، اینو باش میگیم ادغام با غین. ادغام یعنی دغم، یعنی تبدیل شدن، یعنی این نون تبدیل میشه به حرف مابعد. این قاعده ادغام بهش میگن یا قاعده یرملون هم بعضی‌ها بهش میگن. این قاعده دوم، بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف 6گانه یرملون آمد، ما اون موقع اون رو تبدیل میکنیم نون ساکن رو به حرف مابعد به خاطر راحتی تلفظ. این قاعده دوم. قاعده سوم، اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرفی که از حلق ادا میشه آمد، اون وقت نون ساکن یا تنوین تبدیل نمیشه به هیچ چیزی، از همون مخرج خودش ادا میشه، همون نون میمونه. در همین حالت فقط نون باقی میمونه و تلفظ میشه که بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از 6 حرفی که از حلق ادا میشن بیان. کدوم حرفا هستن این 6 حرف؟ همزه و ها، هی دو چشم، عین و ها، هی جیمی، غین و خا. همزه و ها، عین و ها، غین و خا. این 6 حرف اگر بعد از نون ساکن یا تنوین قرار گرفتن، اون موقع نون از مخرج خودش ادا میشه و تبدیل به هیچ چیز دیگه ای نمیشه. این رو ما بهش میگیم اظهار با وای دسته دار، یعنی ظاهر شدن از مخرج خودش. این 3 قاعده. قاعده 4می هم داریم که بهش میگیم قاعده اخفا، یعنی مخفی شدن. در این قاعده، در این حالت 4، اگر 3 حالت اول نبود، این حالت 4 اتفاق میفته. یعنی اگر بعد از نون ساکن و تنوین با نبود، بعد از نون ساکن و تنوین یرملون نبود، بعد از نون ساکن و تنوین حروف حلقی نبود، در اون حالت قاعده 4 اجرا میشه که بهش میگیم اخفا، یعنی ما نون رو نه تبدیل به میم میکنیم، نه تبدیل به حرف مابعدش میکنیم، نه از مخرجش ادا میکنیم. چیکار میکنیم؟ این رو ما از بینی ادا میکنیم، مخفی میکنیم صدای نون رو در بینی، بهش میگیم اخفا، و از بینی ادا میشه به همراه مقداری مکث در هنگام تلفظ. مثلا کلمه منکم بعد از نون کاف اومده، نه از حروف یرملونه، نه با هست، نه از حروف حلقیه، اخفا میشه و غالب نون های ساکن و تنوین هم اخفا میشه چون حروفش زیاده. به همین خاطر مثلا ما منکم رو چطور تلفظ میکنیم؟ میگیم از نون رو نمیگیم منکم، نون از بینی ادا میشه با مقداری مکث روی
تلفظ. در هنگام تلفظش میگیم منکم. این 4 قاعده‌ای بود که مهم است که حتما مد نظر باشه. دیگه تا آخر این درس من فقط اشاره میکنم به خود قاعده و جزئیاتش دیگه وارد نمیشه. در این مثال الان، در این مثال خودمون صالحاً گفتیم در هنگام وقف که صالحا میشه، اما در هنگام وصل کردن بعد از تنوین یا همون نون ساکن فا اومده. حرف فا نه حرف ب هست که تبدیل بشه تنوین به میم، نه حروف یرملون هست که تبدیل بشه به حرف مابعد، نه حروف حلقی هست همزه و ها و عین و ها و غین و خا که این از مخرج خودش صالحاً تلفظ بشه. اینجا قاعده 4 صورت میگیره، همون اخفا، یعنی بعد تنوین از بینی ادا بشه، صدای نون از بینی ادا بشه. به این شکل که ما میگیم و عمل صالحا فلهم. دقت کنید کمی هم از بینی ادا میشه، هم روش مکس میکنیم هنگام تلفظ در بینی. صالحا فلهم اجرهم. این آیه اول طولانی خواهد شد به خاطر اینکه کل قواعد رو ما توضیح میدیم. نگران نباشید، زودتر میریم اما مجبوریم اینها رو توضیح بدیم. در قاعده دیگری هم حتما آشنا هستید. در این جیم ساکن، هر جا حرفی ساکن دیدید به غیر از نون، گفتیم نون ساکن احکامش رو 4 تا رو گفتیم. غیر از نون ساکن 5 حرف وقتی که ساکن باشن در مخرج اینها و هنگام تلفظ ساکن باید دقیق هیچ حرکتی پیدا نکنه. از صفات ساکن این هست که وقتی که ساکن یک حرفی ساکن هست هیچ حرکتی نباید داشته باشه، یعنی ا و ا و او دیگه نشه. اما 5 حرف هستن که در هنگام تلفظ مقداری در مخرجشون میل، یک قلقله صورت میگیره، میلرزن. اینو میگیم قلقله و این یعنی لرزش. قلق از قلق گرفته شده، قلقله یعنی لرزش با قاف. و این رو 5 حرف هستن که اگر سر هم نوشته بشن کلمه قطب جد، قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال اگر سر هم نوشته بشن میشه قطب جد. این 5 حرف هر وقت ساکن باشن مقداری در مخرج صدا میلرزه. مثلا در این مثال الان جیم یکی از اون 5 حرف هست. اینجا نمیگیم اج، یک کمی جیم میلرزه میشه اج فلهم اجرهم. اما در میم ببینید هم، در هم وای میستیم اجرهم. میم رو دقت کنید الان تلفظ میم با جیم چقدر فرق میکنه. اینم ساکنه اینم ساکنه. الان در جیم یک مقداری قلقله هست، در مخرج صدا میلرزه، اما در میم این اتفاق نمیافته. الان در جیم اج روهم، هم نمیگیم هم میم رو هیچ حرکتی بهش نمیدیم، اما در جیم یک برداشت انگار که مقداری صدا میلرزه، احساس میشه که این کمی صدای دیگری هم انگار اضافه شده. اجرهم. عند نون ساکن بعدش دال اومده، قاعده 4 اخفا اجرا میشه. اینجا نون از مخرج خودش، گفتم نون رو هر وقت علامت روش نداشت ساکن فرض کنید. فقط 4 حرف واو، الف، لام، یا اگر علامت نداشت خونده نمیشه. غیر از اونها همیشه حرفای دیگه خونده میشن. نون اینجا علامت ساکن داره دیگه. عثمان تا جایی که اخفا میشه نمینویسه، ساکن رو علامت ساکن رو نمیگذاره. عند چون اینجا اخفا میشه، زیبایی نوشته رو دقت کنید که زیبایی‌های مصحف عثمان طاها در همین هست که اینجا چون خود نون اینجا اخفا میشه علامتش رو هم مخفی کرده شیخ عثمان طاها. علامت ساکن رو ننوشته تا خود کسی که تلاوت میکنه متوجه بشه اینجا چون ساکن نون مخفی شده اخفا میشه. چون مخفی علامتش هم معلوم نیست چیه دیگه، ظاهرا اینجوری که علامتش معلوم نیست اما علامتش ساکن است. نون اگه علامت نداشت همیشه ساکن فرض کنید. اونجا اگه علامتی ندیدید روی نون اخفا میشه. عند ربهم، به تشدید داره به کمک ما قبل یک بار خونده میشه یک بار تنهایی. ربهم و لام فتحه داره بعدش الف، صدای آ میگیره. لام از اون 8 حرفی که پر خونده میشن نیست، صدا دهان به سمت بالا باز نمیشه، از بغل باز میشه. ولا نمیگیم والا، ولا خوفن. این تنوین هست به 2 شکل نوشته میشه. احیانا تنوین رفع
به تعبیر عربیش یا همون تنوین اون ساده تر. اگر شما دیدید حالا این قاعده، اگر دیدید تنوین اون به این شکل نوشته شد در مصحف عثمان طاها، به این شکل نوشته شد، اونجا اظهار میشه، این شکلش هست. اگر دو تا واو آمد اظهار نمیشه. این نکات ریزی است که حالا در کتابت شیخ عثمان طاها رعایت کرد و به همین خاطر بعضی وقتا این رو به این شکل می‌نویسه، بعضی وقتا دو تا تنوین، دو تا واو میگذاره. هر وقت به این شکل نوشت اونجا اون تنوین اظهار میشه، ظاهر میشه از مخرج خودش. الان ما بعد از این تنوین چی داریم؟ عین داریم، از حروف حلقی هست و از اون 6 حرف حلقی، یعنی اینجا قاعده اظهار صورت میگیره. این از مخرج خودش ادا میشه. یعنی چی؟ چطور میشه؟ ولا خوف علیهم، ولا خوف علیهم. دقت کنید، نمیگیم ولا خوف علیهم، خوف علیهم. اصلا خود به خود در تلفظ هم سخت میشه اگر اینجا بخوایم اخفا بکنیم. این قاعده اخفا و اظهار و اقلاب و ادغام اینا به خاطر این راحت تر تلفظ شدن و زیباتر شدن تلاوت است. ولا خوف علیهم، ولا خوف علیهم، این نون ساکن، خوف علیهم، ولا هم یحزنون. نون آخر چون در آخر هست ساکن میشه و هیچ حرکتی نباید روش انجام بشه. ولا هم یحزنون، روی نون همین که رسیدید، روی مخرج نون همونجا توقف میکنیم. خب این آیه رو با هم بخونیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، چون من اینجا وقف کردم نون رو ساکن کردم. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این از آیه 62. شماره آیه رو همیشه در آخر آیه می نویسن، این رو مد نظر شما عزیزان باشه. ببینید این آیه از اینجا که شروع شد شماره رو اینجا نوشتن. هر وقت شماره آیه دیدید اون شماره مال آیه قبلش هست، مال آیه قبلی هست، نه مال آیه بعدی، چون شماره آیه رو همیشه در آخر آیات می نویسن. بریم سراغ آیه 63. و اذ، اینجا واو فتحه داره و همزه رو داریم، بعدش همزه کسره داره و ذال ساکن رو داریم و اذ. تصویر رو نداری احمد جان؟ ظاهرا تصویر رو احمد جان نداره فعلا. تا میتونی بس کنی احمد جان یا بیام برنامه بگیرم؟ بس شد، خدا رو شکر. برگردیم. و اذ، اینجا ما واو رو داریم فتحه داره، کسره، همزه و اذ اخذنا، نون از اون حروفی نیست که پر خونده بشه. و اذ اخذنا و اذ اخذنا و اذ اخذنا می، کسره بعدش یا صدای ای میگیره، فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. می ثا ثا از اون حروفی نیست که پر خونده بشه. می ثا، نمیگه می ثا. می ثاقکم، می ثاقکم و رفعنا و رفعنا فوقکم، تا اینجا فوقکم. الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام هیچ حرکتی نداره، از 4 حرف واو، الف، لام و یاست که در وقتی که حرکت نداشتن خوانده نمیشن. تا تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل. میم میچسبه به تا، یک بار به همراه میم خوانده میشه، یک بار به همراه ضمه خودش. فوقکم الطور، فوقکم الطور، فوقکم الطور، یک کمی اینجا قلقله هم میشه. فوقکم الطور خذو، الف خوانده نمیشه، خذو ما. این علامت مد هست، یعنی اینکه این علامت هر جا قرار گرفت، این علامتی که ما، این علامت الف روی الف هست، این علامت مد هست. احمد میگه تصویرمون قطع شد. خیر، یک میام برنامه کوتاه ببینیم تا تصویر درست کنه احمد جان، چون اگر
بس شد دوباره قطع وصل میشه، میگه دوباره وصل شد. خیره دیگه امروز باز من آخر برنامه میدونم با چیکار کنم. برگردیم تصویر. خذوا ما، این علامت مد هست. این علامت مد هست. مد روی فقط 3 حرف قرار میگیره، واو و الف و یا. فقط واو، الف و یا این علامت رو روش میبینید. به این معناست که اون الف یا واو یا یایی که مد روش قرار میگیره باید کشیده بشه بیشتر از حد متداول. و فعلا ما چون قواعد مد رو هنوز نگفتیم، ان شاء الله من در نیم جزء دوم، یعنی از درس بعدی نه درس بعدیش ان شاء الله شروع میکنیم، بیشتر تو تجوید کار میکنیم. اون رو شما فعلا 3 مد بکشید، یعنی به اندازه بسته شدن 3 تا انگشت در حالت عادی این رو بکشید تا جزئیات بیشترش ان شاء الله انواع مدها و اقسامش رو باشه. بعد خذوا ما آتیناکم خذوا ما آتیناکم. اینجا باز چرا روی این میم ساکن علامت نگذاشته؟ یه قاعده ای هست، این رو من چون نگفتم باشه برنامه بعدش. خذوا ما آتیناکم بقوت، واو تشدید داره، نیاز به ضمه داره، به قو و تن. این ها 2 تا چشم که داره، این 2 تا نقطه داره. این اگر ما وقف کنیم اینجا در هنگام وقف، این اگر اینجا وقف میکردیم بیستیم، نه این نقطه ها خونده میشه نه این تنوین، فقط یک هی خالی میمونه، میشه به قوه. همیشه یادتون باشه که این علامت تای 2 نقطه، تای تانیث هم بهش میگن، تای 2 نقطه، تای مدور یا گرد، مخصوص عربی است، ما در فارسی همچین علامتی نداریم. این اگر وقف شد هم نقطه هاش میپره هم علامتش میپره، هر چی که باشه ساکن مطلق میشه، یک های ساکن میمونه فقط به قوه اگر وقف کنیم. اگر ادامه بدیم تنوین بعدش واو اومده، بعد از تنوین واو اومده، کدوم قاعده اجرا میشه از این 4 تا؟ بعد از تنوین یکی از حروف یرملون اومده، ادغام میشه، یعنی تنوین نونش بعد تبدیل بشه به واو و به جای نون بعد تلفظ واو تلفظ کنیم. میگیم خب این به قوه ت، این که کسر مال این هست، این دومی رو تبدیل به واو میکنیم، به قوت و یک واو ساکن، به قوت و این سر جاشه، فقط اینجا این حرکت دوم یک واو به جای این بگذارید، واو ساکن، به قوت و کو رو، را ضمه بعدش واو، این حرف هم که خوانده نمیشه صدای او میگیره این را. و کرو ما فیه لعلکم تتقون. خب اینو یه بار دیگه از اول میخونیم آیه رو. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. اجازه بدید همینجا یک توقف کوتاه بکنیم و احمد جان میگیم یا برنامه ببینیم. چشم. برمیگردیم ان شاءالله تا حالا امیدوارم که بتونیم در عرض 1 رو 20 دقیقه ما این سفر رو تمام کنیم. دیگه قواعد کلی رو گفتیم، چیزی نمونده، فقط دیگه سریعتر رد میشیم ان شاءالله. فقط جبهه روحانی رو تا آخر صفحه ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بعد از یک میام برنامه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. با شکرگزاری نعمتها دوام خواهد یافت. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. و ما تو را به سوی همه مردمان فرستاده ایم تا مژده رسان و بیم دهنده باشی، ولی بیشتر مردم نمیدانند. بعد از سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. به هر حال برنامه زنده و این مشکلات هست دیگه، انشالله که ما رو معاف کنید. در ادامه صفحه 10 تلاوتمون رو ادامه میدیم از آیه 64. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم تولیتم. این میم علامت ساکن روش نیامده چون به خاطر اینکه یک میم بعدش بوده و شیخ عثمان اینجا روی میم دوم تشدید گذاشته تا دلالت بکنه برای میم اول، و چون اینجا تشدید گذاشته دیگه روی میم اول ساکن نگذاشته. شاید بعضی مصاحف روی این میم هیچ علامتی نباشه، روی میم اول ساکن باشه. به هر حال در هر دو حالت فرقی نمیکنه، مهم این است که دو تا میم پشت سر هم هست و باید تلفظ بشه. خب اینجا بعدش نون آمده. نون الان نون ساکن بوده، این نون ساکن بوده، بعدش با آمده. قاعده اول اجرا میشه، اقلاب، نون تبدیل شده به میم. اینجا خود شیخ هم نوشته این رو. و من الان نون تلفظ نمیشه، به جای نون میم تلفظ میشه. میشه چی؟ من بعد ذلك. ثم از ابتدای آیه داشته باشیم ثم تولیتم من بعد ذلك. اگر اینجا ادامه بدیم ذلك میشه، اگر وصلش وقف کنیم میشه ذلك من بعد ذلك. صلا این صاد و لا، این صاد این علامت یک از علائم وقف است، یعنی اینجا وصل کردن اولا هست، یعنی بهتر اینه که وصل کنید. صاد مخفف وصل، لا مخفف اولا، صلا یعنی وصل اولا هست. اینجا اگر وصل بکنیم بهتر، اما اگر کسی وقف هم کرد اشکالی نداره. فلو لا فضل الله. دقت کنید لام این الف خوانده نشد، لام اولم خوانده نمیشه، این لام دوم لام میچسبه به لام وسط. و چون قبل از لفظ جلاله الله
اینجا ضمه داریم لفظ جلاله پر خوانده میشه. گفتیم هر وقت قبل لفظ جلاله ضمه باشه یا فتح پر خوانده میشه، اگر کسره بود باریک خوانده میشه. فلولا فضل الله نگید فضل الله، نه فضل الله دهان به سمت بالا باز میشه. فضل الله علیکم و رحمته. اینجا یک ضمه داریم و یک واو بعدش. این همون واو کوچک هم همون واو نقش واو بزرگ رو اجرا میکنه و اینجا صدای او میگیره و رحمته لا کنتم. اینجا نون داریم ساکنه. ببینید باز هم اینجا چه اتفاقی افتاد. نون ساکنی که علامت نداره، علامتش مخفی است. این همون قاعده اخفا اینجا اجرا میشه. یعنی خود به خود از این شکل نوشته شیخ عثمان طاها هم میتونید جاهایی که اخفا میشه رو در نون ساکن خودتون تشخیص بدید. ببینید اینجا علامت ساکن رو چرا نگذاشته؟ چرا علامت ساکن مخفی هست؟ چون که اینجا اخفا میشه. الان روی این نون علامت ساکن نداریم و قبلا هم گفتم که هرجا نون علامت نداشت ساکن فرض کنید، چون نون از اون 4 حرف والی نیست که خوانده نشه. اگر علامتی نداشت نون خوانده میشه در هر حالت. و اینجا الان چون اخفا میشه شیخ عثمان تا خدا حفظشون کنه این ساکن نگذاشته تا شما متوجه بشید که اینجا اخفا میشه. علامت نون اینجا مخفی هست تا اشاره باشه به اخفا در این حرف. اینها از جمله ظرافتکاری هایی که شیخ عثمان طاها در نوشته خودش به کار برده و یقینا این نوشته زیباترین مصحف قرآن کریم در دنیاست و به خاطر این ظرافتایی که در علاوه بر زیبایی خط در علائم تجویدی هم اشاره شده بشه. خب اینجا ما اینجا نون ساکن رو داریم، بعدش حرف ت هست. حرف ت نه ب هست، نه از حروف یرملون، نه از حروف فرقی، همون قاعده 4 که اخفا هست. لا اینجا از بینی ادا میشه نون لکنتم. این مقداری هم روی نون در هنگام تلفظ از بینی مکس میکنیم لکنتم. اینجا هم باز همون 2 تا میم پشت سر هم. شیخ اینجا تشدید گذاشته تا دلالت بکنه بر میم اول. میتونه شاید اینجا اگه تشدید نبود هم باز اینجا بعد ساکن میگذاشتیم روی اول. مهم اینه که 2 تا میم پشت سر همه بعد تلفظ بشه هر 2 تا، یکی ساکن یکی تشدید دار. لکنتم منل اینجا میچسبه به کلمه بعدی. اینجا کلمه این الف که در هنگام وصل خوانده نمیشه، لام ساکن هست، نون فتحه نون میچسبه، فتحه نون اینجا فتحه نون میچسبه به لام. منل اینجا خا، حرف خا، این حرف فتحه داره بعدش الف هست بعد صدای آ میگیره و چون خا یکی از اون 8 حرف هست که پر خوانده میشه، همزه و صاد و ضاد و تا و ذا و غین و قاف و خا و را، خا پر خوانده میشه دهان به سمت بالا باز میشه. چی میشه؟ منل میچسبه، منل از خط قبلی میچسبه به اینجا. منل خا سیرین، نون در هنگام وقف ساکن شد. خا منل خاسرین، نمیگه منل خاسرین، این اشتباه است. منل خاسرین، نون هم در پایانش وقف کردیم. اینو یک بار با امره شما عزیزان میخونیم. از اولش ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمته. اگر وقف کنیم اینجوری میشه. من اینجا چون وقف کردم دیگه این آخر رو رحمته، این دوتا رو دیگه این ارمته رو در نظر نمیگیرم. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. آیه 64 به اتمام رسید. آیه 65 رو شروع میکنیم. شماره های آخرش میرسن، فراموش نکنید. و لقد دال ساکن یکی از اون 5 حرفی است که گفتیم در هنگام ساکن بودن در مخرجشون یکم قلقله میشه. قاف تا با جیم و دال که سر هم نوشته بشه میشه قطب جد، بهش میگن قاعده قلقله، مخصوص این 5 حرف ساکن است. لقد نمیگیم لقد. ببینید فرق بین عدم قلقله و قلقله در چی هست. الان من این رو بدون قلقله میخونم. لقد
دال هیچ حرکتی نکرد. لقد. اما وقتی که غرغره میشه لقد زیاد نباید باز کش پیدا بکنه لقد باز حرکت کسره بهش بدیم. نه لقد یک چیز خیلی لرزش خیلی خفیف. لقد علمتم لقد تا اینجا اگه ساکن اگر بوایستیم. خب لقد علمتم الف خوانده نمیشه، لام میچسبه میم به لام. ولقد علمتم الذین اینجوری میشه. ولقد علمتم الذین تا اینجا الف خوانده نمیشه، عین ساکنه، نیاز به حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبلش فتحه نونه، نون میچسبه به عین. ولقد علمتم الذین دو الف خوانده نمیشه. ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم. ببینید نون الان اینجا علامتش مخفی هست تا دلالت داشته باشه برای اینکه اینجا اخفا میشه. قاعده اخفا رو و قاعده اخفا و قاعده اقلاب رو، قاعده اخفا و اقلاب رو راحت میشه از روی خود نوشته عثمان طاها تشخیص داد. مثل من بعده که اقلاب رو یک میم میگذاشت خودش میگذاره، قاعده اقلاب که گفتیم بعد از نون ساکن با بیاد میم تلفظ میشه، این رو خود نوشته به ما میرسونه. هر جا هم در اخفا هم دیدید نون ساکنی علامت نداره، مخفی علامتش اونجا اخفا میشه. این طبق مصحف عثمان طاها است، فقط روی مصحف عثمان طاها این رو شیخ عثمان در ظرافت زیبایی کارش است. اما قاعده کلی همونی که گفتیم هر وقت بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از حروف حلقی نباشه، حروف یرملون هم نباشه، با هم نباشه، اون باقی مانده حروف میشه حروف اخفا که اخفا میشه. خب اینجا منکم همین اتفاق الان میفته، نون ساکن بعدش کافه که هیچ کدوم از اون حروف حلقی یا یرملون یا با نیست، بنابراین اخفا میشه منکم. نون از بینی ادا میشه، یک مقدار روش وقت میشه. منکم. اینجا فی کسره داره. اگر خودش به تنهایی می آمد چی میشد؟ میشد فی. بعد از کسره فی یا اومده میشد فی. خب الف علامت نداره، لام این الف در این گام بس خوانده نمیشه، لام هیچ حرکتی نداره و علامتی هیچ خوانده نمیشه اصلا. سین تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل. چرا من همیشه تاکید میکنم روی این مسئله در ساکن و در تشدید میگم آخرین حرکت ما قبل؟ به خاطر همچین مواردی رو راحت ما بتونیم بخونیم. الان اینجا مثلا ما در سین آخرین حرکت ما قبل چی هست؟ لام هیچی نداره، الف نداره، یا نداره. کسره فا ما الان کسره فا رو میچسبونیم به سین. فس مستقیم. فس سب به هم از اون به ساکن از اون 5 حرف قطب جد هست که در مخرج مقداری میرسه. سب نمیگیم سبت، نه سب. فس سبتی. تا اینجا از اول آیه بخونیم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. ما میخوام ادامه بدیم، اگه اینجا وایستیم بعد بگیم سبت. فی السبت. یک اینجا اگر وایستیم باز این ساکن است، اینم ساکن است. خیلی اینجا باید کمی دقت بکنیم که یک باریکی از صدای ت خارج میشه در هنگام وقف که دو تا ساکن پشت سر هم میاد. اینطوری میشه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. یک باریکی میاد که حرکت نکنه. خب اینجا ادامه میدیم. فی السبت فقلنا لهم كونوا. کاف ضمه داره بعدش واو، نون هم ضمه داره بعدش واو، هر دو تا صدای او میگیره. کونو این الف خوانده نمیشه. قرادتن این تنوین ان هست. قرادتن خاسئین. حالا یک نکته ظریف دیگه هم که شیخ عثمان در احکام نون و تنوین در نوشته های تنوینش دقت کرده، دقت کنید که اینجا الان تنوین ها رو دقیقاً روی هم گذاشته، صاف. هر دو تا این تنوین رو هر دو فتح دقیقاً رو هم گذاشته، در حالی که ما در مثالهای بالا داشتیم بعضی جا عقب جلو میگذاشت. هر وقت که تنوین ان رو شما دیدید، مثلا اینجا ببینید در خط پایین، اینجا در همین موعظه
اینجا اینها فاصله داره از هم. این ظرافت‌ها رو دقت کنید. این الان روی هم نوشته شده، اینجا فاصله داره از هم. هر وقت تنوین ان رو دیدید که اینطور روی هم نوشته شیخ عثمان طاها، اونجا اظهار میشه. یعنی چی؟ چرا اینطور نوشته؟ چون دقیقاً شکل اصلیش رو نوشته، تنوین رو به شکل اصلیش نوشته و یعنی انگار که این مخرج نون هم از همون اصل مخرج خودش ادا میشه که همون حالت اظهار هست، حالت اظهار بود. در حالت اظهار الان ما برای تنوین خا داریم، حرف خا رو داریم که یکی از حروفی است که از حلق ادا میشه و اینجا یکی از اون 6 حرف حلقی است و قاعده اظهار اینجا باید اجرا بشه و این نون از مخرج خودش ادا میشه. به همین خاطر تنوین رو هم به این شکل نوشته شیخ عثمان که قشنگ همونجوری مثل اصل خودش نوشته که اشاره‌ای باشه به این که بدونیم اینجا اظهار میشه. اینو مد نظرتون باشه از ظرافت‌های خط عثمان طاها است. خب قرادتن خا پرخونده میشه، خا سین. خب فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اینم یک بار دیگه این آیه رو از اول میخونیم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. آیه 65 به پایان رسید. آیه 66 رو شروع میکنیم. فجعلنا، اینجا بعد از نون فتح دار الف آمده، نه پرم خونده نمیشه، نون از اون 6-8 حرف نیست. فجعلنا ها، نون پر میشه نه ها. فجعلناها نکا، کاف هم اینجا بعدش الف اومده، فتح بعدش الف پر، اینجا پر هم خونده نمیشه، کاف از اون 8 حرف نیست. فجعلناها نکا لن، تنوین داره. این الف ببینید دوباره برای تنوین ان یک الف ما اینجا میبینیم. این الف برای وقتی هست که ما اینجا وقف کنیم. اگر اینجا وقف کنیم میشه نکا لا، این فتحه با الف. بعد گفتیم تنها استثنای وقف این است که تنوین ان در هنگام وقف الف خوانده میشه، نکلا در هنگام وقف. اما در هنگام وصل تنوین بعدش لام اومده، یکی از حروف یرملون. تنوین بعدش یکی از حروف یرملون اومده، تبدیل میشه به حرف ما بعد، به همین خاطر لام تشدید گرفته. اینجا نون تبدیل شده به حرف ما بعد، نمیگیم نکلن، میگیم نکلل، لل، لام تلفظ میکنیم به جای نون. نکلل لیما، لیما، نکلل لیما. فجعلناها نکلل لیما بین یدیها، پر نمیشه ها، و ما هم پر نمیشه، خلفها، بین یدیها و ما خلفها و موعظه تل. اینجا هم مثل نکالن در خط قبلی این خط تنوین، این تنوین اینجا چسبید به لام، تنوین بعدش لام آمد، یکی از حروف یرملون، قاعده ادغام صورت میگیره، قاعده دوم. یعنی بعد این تنوین رو به جای نون ما باید لام تلفظ کنیم. موعظه تل للمتقین. خب الان روی کلمه موعظه اگر ما وقف کنیم، به فرض اگر اینجا وقف بشه چی میشه؟ موعظتن، دیگه نمیگیم موعظتن، موعظه. ببینید تنوین ان اینجا با اون آیه بالا در خط بالا نکالا یک فرقی داره. در این دوتا نکالا یک الف اینجا داشت، اینجا نداره. تنوین ان اگر روی تای تانیث قرار گرفت اون موقع دیگه الف نمیشه، نمیگیم موعظه میشه. وقف فقط همین دوتا استثناء رو داره که همین رو فقط دقت کنید، بقیه همه چیشون ساکن میشن. همه فقط همین که تنوین ان، اگر تنوین ان استثناء وقف فقط هم یکی است. تنوین ان اگر روی ها قرار بگیره که هیچ، مثل عادی، مثل بقیه حالتهای عادی خودش است، موعظه اینجا ساکن میشه. اما اگر تنوین ان، این تنوین ان یا همون تنوین نصب اسم دقیق ترش، این تنوین روی تا قرار نگرفت، تای تانیث یا هام و هی دو نقطه، اون موقع الف میشه نکه لا. به همین خاطر اینجا الف نوشته میشه، اینجا الفی ما نمیبینیم که شیخ نوشته باشه، شیخ عثمان طاها. به همین خاطر که اینجا اگر وقف کنیم میشه موعظه.
خب بریم آیه، این آیه رو از اول میخونیم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. آیه 66 به پایان رسید. آیه 67 و اذ قال، قاف برخونده میشه، و اذ قال موسی لقومه، بعد از کسر یا اومده یک مدم هست، یعنی بعد این یا رو بکشیم. لقومه ان الله، لفظ جلاله پرخونده میشه به خاطر این قبلش فتحه داره. ان الله یأمرکم ان، نون علامت ساکنش مخفی هست، یعنی اینجا اخفا میشه. نون بعدش یکی از حروف اخفا اومده، از اون 3 حرف قاعده اول اجرا نمیشه. ان تذبحوا الف خوانده نمیشه. بقرةً اگر وصلش کنیم، اگر وصلش نکنیم چی میشه؟ بقره. ان تذبحوا بقره اگر وصلش نکنیم، اینجا وقف کنیم فقط این ه خونده میشه، این علامتای روش هر چی هست میفته. ه در هنگام وقف هر چی روش باشه میفته، نقطه و علامت و حرکت هر چی باشه. این هم که علامت وصل اولاست، یعنی وصل کردن بهتر است. خب اگر ادامه دادیم، اینجا تنوین بعدش قاف آمده، بعدش تنوین قاف، اینجا اخفا میشه. ببینید اینجا این علامت در مخرج، این تنوین رو هم ننوشت شیخ عثمان، رو هم ننوشته. اگر رو هم بود اینجا نشان از اظهار بود، اما چون اظهار نمیشه اینجا رو هم ننوشته. بقرةً قالوا، اینو باید بکشیم. چرا؟ چون روی واو علامت مد داریم، این الف که خوانده نمیشه اما این واو کشیده میشه چون اینجا علامت مد هست. قالوا، خب تا اینجا. قالوا اتتخذون، تشدید یک دوبار، اینجا 3 تا ت هست، یکی این 2 تا همین. اتتخذون هزوا، اگر وقف کنیم اینجا دیگه الف تنوین تبدیل به الف میشه، هزوا. اگر وقف نکنیم اینجا چی میشه؟ تنوین بعدش قاف قرار گرفته، اخفا میشه. هزوا قالوا اتتخذون هزوا. این در هنگام وقف. حالا در هنگام وصلش هم باز میخوام. قال اعوذ بالله، الف خوانده نمیشه، لام هم خوانده نمیشه، ب میچسبه به لام، باریک خونده میشه لفظ جلاله چون قبلش کسره اومده. بالله، نمیگیم بالله، بالله ان، اینجا اظهار میشه. ببینید اینجا ساکن رو گذاشت، در حالی که تو همین کلمه بالایی اینم کلمه ان هست، اینم کلمه ان هست. اینجا علامت ساکن رو شیخ عثمان طه نگذاشت، مخفی کرد تا نشون بده که اینجا اخفا میشه، اما اینجا گذاشت ظاهرش کرد تا نشون بده اینجا اظهار میشه، یعنی اینجا قاعده اظهار صورت میگیره. نون ساکن بعدش همزه اومده و نون از مخرج خودش ادا میشه ان اکون من لام، الف خونده نمیشه، من جیم پر خونده نمیشه، فتح بعدش الف، از حروف مستعلیه نیست. من الجاهلین، در آخر آیه وقت میکنیم. این آیه بار دیگه میخونیم. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. خب آیه 67 به اتمام رسید. آیه 68 قالو، الف خوانده نمیشه، این الان این کلمه قالو هست، اما یک تغییر ایجاد میشه درش. چرا؟ به خاطر اینکه ما بعدش نیاز به کمک ما قبل داره. الف خوانده نمیشه، این الف وصل هم خوانده نمیشه، این که علامتی نداره، این هم در هنگام وصل خوانده نمیشه. دال ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که این ضمه لام هست. ضمه لام باید بچسبه به دال، میشه چی؟ قالود، دیگه نمیگیم قالو، قالود. الان اینجا این 3 تا هیچ کدوم خوانده نشدن چون ساکن سبب شد که این اتفاق بیفته.
ببخشید. الان ما دال رو به کمک لام میخونیم قالد، چون ساکن هم هست در مخرجش مقداری میلرزه. قالد او لنا. اینجا قالد دقت کنید، قالد این نبود، این خونده نشد، اینم خونده نشد، اینم حرکت نداره، خونده نشد. لام میچسبه به دال، در هنگام ساکن بودن هم مقداری در مخرج قلقله میشه. قالد او لنا ربک یبین یا دوبار خونده میشه یبین. اما اینجا چرا روی این علامت نگذاشته ساکن شیخ عثمان طاها؟ چون نون اینجا تبدیل شد به لام، دیگه نونی در کار نیست. نون تبدیل شد به لام، نون بعدش لام اومده بود، تشدید حرف یرملون است، تبدیل میشه به حرف مابعد خودش، میشه یبیل. نون تلفظ نمی کنیم اینجا، ما لام رو تلفظ میکنیم. لام اینجا الان تشدید نیاز به چی داره؟ دقت کنید، همون قاعده که همیشه میگفتم، لام تشدید نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبل چیست؟ حرکت کسره یاست. نون اینجا چی دیگه نقش پیدا نمیکنه. یبیل لنا ما هی. اگر وصل کنیم، این علامت یعنی جیم، یعنی جایز است، جواز داره که اینجا وصل کنیم یا وقف کنیم. اما اگر وصلش کردیم میشه ما هی، اگر وقف کردیم دیگه چی میشه؟ این ساکن میشه، این هی، این جای فتح ساکن میشه ما هی. یبیل لنا ما هی اگر وصلش نکنیم در هنگام وقف، اما در هنگام وصل که میشه ما هی. خب قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي در هنگام وقف. قال انه نه، اگر این واو نبود میشد انه، اما چون اینجا یک واو کوچک اومده، انه یقول انها بقره تنوین بعدش لام اومده، از حروف یرملون است، تبدیل میشه به لام. اینجا دیگه الان ما چیکار میکنیم؟ ببینید ما الان این لام نیاز به چی داره؟ این لام نیاز به تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. آخرین حرکت ما قبل چی است؟ این ضمه اولی هست. این ضمه دوم که گفتیم همیشه بیانگر اون نون حذف شده است، بقرتون. این نون ضمه دوم نشان از نون ساکن داره. ما الان اون نون ساکن نیازی نداریم، چون ما نیاز به حرکت داریم. حرکت چی است؟ ضمه است، میشه بقرتل لا فا پر خونده نمیشه، لا فریضون. اینجا بعد از تنوین واو آمده، حروف یرملون، دیگه نمیگیم فریضون. اینجا بعد به جای تنوین به جای نون واو تلفظ کنیم، چون ادغام صورت میگیره، میشه لا فریضون ولا بکرون. اینجا اظهار میشه، بعد از تنوین حروف حلقی اومده، بکرون عوانم. اینجا ادغام میشه. اینجا قواعد 3 تا از قاعده های نون ساکن اجرا شد. در این قاعده اول بقرتون اینجا ادغام شد، اینجا هم بعد از تنوین حروف یرملون اومده بود، ادغام شد. اینجا بعد از تنوین حروف حلقی اومده بود، همزه و ها و عین ها و غین و خا اظهار شد. اینجا بعد از تنوین این عوانون بوده در اصل، عوانون. اینجا بعد از تنوین با اومد، اینجا تبدیل به میم شد نون، اینجا اقلاب شد. اقلاب، اظهار، ادغام و ادغام. فقط یک اخفا اینجا کم داشت که 4 تاش کامل میشه. خب لا فریضون ولا بکرون. دقت کنید تلفظا رو. اینجا به جای نون واو تلفظ میکنیم، لا فریضون ولا بکرون، اما اینجا نون از مخرج خودش ظاهر میشه به خاطر که اظهار میشه. لا بکرون عوانم، اینجا به جای نون میم تلفظ میکنیم، عوانم بین ذلک. در هنگام وقف، در هنگام وصل کردنم که میشه ذلک. این در آخر آیه فا فتحه داره،
الف در هنگام بس خوانده نمیشه، فا میچسبه به این فا، فف علو الف خوانده نمیشه، ما تو مرون تو مرون. خب بریم آیه بعدی رو هم تموم بکنیم. این اول این آیه مثل آیه قبلی قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا، تا اینجا مشابه، دقیقا همون خط بالا، دقیقا همون خط بالاست. یبین لنا ما لونها، لونها جیم هم که یعنی اجازه هست وایستید یا رد بشید، مختارید، هر کدوم دوست دارید. قال این خط آخری اگر این گروهی ما بگذاره که ما این خط آخرم بخونیم. قال انه یقول انها بقرة. اینجا اخفا میشه بعد از تنوین، نه حرف یرملون هست، نه حروف حلقی هست و نه با هست. بقرة صفراء صفراء، را پر خونده میشه، را فتحه داره بعدش الف پر خونده میشه و مد هم میشه. صفراء فاقع، تنوین بعدش لام تبدیل میشه به لام، نمیگیم فاقعون، میگیم فاقع. لونها تسرن، دقت کنید را میچسبه به نون، تسر رای دوم میچسبه، رای اول که با سین خونده میشه تسرن ناظرین. این صفحه رو به یاری الله متعال تموم کردیم، تلاوتش رو گوش میکنیم، برمیگردیم ان شاء الله در بخش پایین در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، در بخش پایانی برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم و تماس‌های شما و صحبت‌های بنده قبل از تماس‌های شما در برنامه‌های گذشته چه روحانی چه حفظ قرآن درباره چگونگی آموزش قرآن کریم و حفظ قرآن کریم علل خصوص به نونهالان و خرسانان صحبت کردیم. به شما عزیزان گفتیم که در دوران حمل، من خلاصی از اون چیزی رو که اشاره شد شاید برخی از عزیزان نشنیده باشن اشاره کردیم، گفتیم عزیزانی که به فکر این هستن که فرزندانشون خادم قرآن کریم باشن و خدمتگزار قرآن کریم، اولا که خب اونایی که ازدواج نکردن به فکر ازدواج باشن و چون یک محصول خوب وقتی که بذر خوبی داشته باشه و زمین پاکی داشته باشه، به تعبیر قرآن کریم و البلد الطیب و یخرج نباته باذن رب، سرزمین پاک کشتش به اذن و یاری و نصرت الله تعالی و حمایت الله تعالی رشد میکنه. اما اون عزیزانی که ازدواج کردن، نقش مادر بسیار مهمه و پررنگ در بحث تعلیم قرآن کریم به نونهالان در دوران حمل. بسیار مهمه که مادر هر چقدر بیشتر به خودش برسه از لحاظ دینی و روحی و اعتقادی و در تقوای خودش بیشتر دقت کنه، فرزند هم دقیقاً هر آن چیزی رو که مادر در وجود داره از طریق به هر حال خون منتقل میشه به فرزند. و تلاوت کردن در دوران حاملگی برای مادرانی که به هر حال فرزندی دارن و منتظر تولدش هستن خیلی میتونه کمک بکنه در جنین اونها. و ذکر و یاد الله تعالی سعی بکنن که حتی الامکان با وضو باشن و از هر گونه فکر و وسوسه و آن چیزی که اونها را آزار میده پرهیز بکنن. فاصله بین قلب مادر و قلب کوچک فرزند زیاد نیست در شکم مادر، یعنی یک وجب هم شاید نشه دیگه فاصله قلبشون، و این قلب از کنار اون قلب بزرگ همین الان علاوه بر اینکه داره خون میگیره و با خون اون تغذیه میشه، با اون نیروی معنوی قلب هم تغذیه میشه و این نکات بسیار مهمی است که باید مد نظر ما باشه در دوران هم. بعد از اون هم در دوران تولد هم باز نقش مادر باز پررنگه، چرا که باز هم شیر مادر هست که تغذیه میکنه فرزند رو و وجود مادری که داره تغذیه میکنه فرزند رو، و علاوه بر این که نقش پدر هم باز اینجا بسیار مهم هست، اینکه
اولا حلال، لقمه مال حلال، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. حتی الله متعال خطاب به پیامبرانش میفرماید که شما ای پیامبران من از پاکیزگی ها بخورید تا توفیق عمل صالح نصیبتون بشه و عمل صالح انجام بدید بعدش. و خود قرآن آیه که این هست که عمل پاک بخورید و عمل صالح بکنید و دلالت آیه بر این هست که روزی حلال سبب میشه که انسان توفیق عبادت نصیبش بشه و توفیق عمل صالح. پدر در دوران شیرخوارگی و حتی در دوران حاملگی و در کل زندگی، نه تنها فقط در این دوران‌ها، وظیفه بسیار مهمی داره اگر میخواد فرزندانش فرزندان صالح باشن که لقمه حلال بیاره سر سفره. مادر بسیار وظیفهش مهمه که سعی بکنه که آنچه که میخوره حلال باشه، آنچه که انجام میده گناه نباشه و پاک زندگی بکنه تا فرزندش هم پاک تربیت بشه و بزرگ بشه. در دوران شیرخوارگی میشه که چون ما طفل شیرخوار اون چیزی که به هر حال سلاحی که برای یادگیری داره، وسایلی که برای یادگیری داره فقط گوش هست و چشم هست و به وسیله گوش میشنوه طفل و به وسیله چشم میبینه اون چیزی که دور بر هست. ما از این دو وسیله برای تعلیم قرآن کریم این گونه میتونیم استفاده بکنیم که نوارهای قرآن کریم رو ما مثلا گوش بکنیم، قرآن گوش بکنیم، مادر خودش تلاوت بکنه، فرزندش بشنوه و طفل شیرخوارش هم موقعی که مشغول شیر دادن فرزند هست اگر تلاوت کردن همون سورهایی که بلد هست، نیازی نیست که حتما بگیم منظور شروع بکنیم از اول قرآن بخونیم. سوره حمد که الحمدلله هر انسان مسلمانی باید بلد باشه و یقین دارم که انشاءالله مادران همه سوره حمد رو حفظن. سوره های کوچک از آخر قرآن همینها تکرار بشه، همینها گفته بشه و در هنگامی که بچه میشنوه یا نوار قرآن، مثلا نوارها یا چه داخل گوشی یا وسایلی که به هر حال میشه قرآن رو از اونها شنید، یک سوره خاصی از سوره های کوچک شروع بکنن، روی تکرار بگذارید، سوره حمد مثلا، سوره اخلاص، سوره های آخر قرآن کریم یا حتی سوره بزرگتر تکرار بشه و به نحوی که در فضای قرآنی بچه بشنوه اینها رو بشنوه. تلویزیون مثلا قرآن کریم، شبکه‌ای که مسجد الحرام رو به اسم سعودی قرآن مشهور است و مسجد الحرام رو 24 ساعت نشون میده، 24 ساعت قرآن میخونه و کانال‌های قرآنی دیگری که در ماهواره هم فراوان هستن. کانال مجد قرآن کریم رو ما داریم و کانال آیات رو داریم که کلا قرآن کریم پخش میشه از اون فقط. و از این کانال‌های تلویزیونی هم عزیزان میتونن استفاده بکنن اگر امکانات دیگه در اختیار نیست. به هر حال مهم این است که یک فضایی باشه که تلاوت قرآنی باشه و فرزند گوش بکنه. ما در دوره شیرخوارگی فعلا چون بچه نمیتونه تکلم بکنه نباید روی این حساب بکنیم که به فکر این باشیم که بچه رو حافظ قرآن بکنیم. الان زوده برای شروع کار حفظ. ما فقط کاری که میتونیم بکنیم که گوشش رو با قرآن کریم آشنا میکنیم و بچه میبینه که ما با قرآن تعامل داریم، بچه رو میاریم نشون میدیم بهش، مثلا سعی میکنیم همین طفل خودمون رو بزرگتر که شد کم کم این رو با مصحف آشنا بکنیم و جلوش ورق بزنیم، دست نزنه بچه به مصحف که شاید بچه اصلا نمیفهمه، پاره نکنه مصحف رو و بی احترامی نشه. اما در دوره شیرخوارگی وقتی که ما جلوتر میریم، حالا هر چقدر کم کم، حالا طفل مشخص میشه دیگه، خانواده وقتی میبینن کم کم داره شروع میکنه به حرف زدن، داره یاد میگیره از دور بری ها، کلماتی رو که طفل شروع میکنه به حرف زدن از کجا یاد میگیره؟ همین لهجه ما، زبان ما. بعضی وقت آدم در تعجب میکنه یک طفل 2-3 ساله یک زبانی رو صحبت میکنه، زبانی که ما بلد نیستیم. چطور یاد گرفته این؟ از همین فضا یاد گرفته. قرآن هم همینه. اگر ما همونطور که در داخل فضای خانه صحبت میکنیم به لهجه مادری، هر چی که هست زبان خود ما، همین فضا رو ما برای یک طفل شیرخوار قرآنی کنیم. یعنی همونقدر که ما هر روز چقدر صحبت میکنیم، نمیگم که انقدری که صحبت میکنیم قرآن تلاوت بشه، حداقل یک بخشی از صحبت ها و مکالمات روزمره ما اختصاص پیدا بکنه به قرآن کریم، یقینا بچه یاد میگیره، میشنوه. بچه همین الان هر روز 1 سال 2 سال اول زندگی میشنوه، در شکم مادر هم بود این چیزها رو احساس میکرد و برای مطالعات امروز هم نشان میده که حتی در شکم مادر هم بچه وقتی که به هر حال حیات برش ایجاد میشه متأثر میشه از همه چیز. اینه که ما در دوره شیرخوارگی باید خیلی سعی بکنیم که فرزندانمون رو سعی بکنیم با تلاوت قرآن انس بدیم. بچه میخواد بخوابه، سعی بکنید قرآن رو بذارید از همون روز اول تولد، از این عبادت محروم نکنید خودتون رو و فرزندانتون رو و این رو ما براش بگذاریم. از اینکه بچه بالاخره بیاد بشینه و که این متاسفانه بعضی از خونه ها متاسفانه صدای موسیقی پخش میشه و بچه هم یاد میگیره دیگه. بچه 3-4 ساله میبینه تو یک محفل میاد شروع میکنه به رقصیدن، 10 مدل رقص بلده. از کی یاد گرفته این؟
از پدر مادرش یاد گرفته، از خواهر برادرش یاد گرفته، از اون فضایی که توش زندگی کرده یاد گرفته. این بچه که از شکم مادر که رقاص به دنیا نمیاد که. در مقابل داره این الحمدلله کمه، اما متاسفانه هست دیگه. بعد سریع صحبت بکنیم. ما در باب قرآن کریم هم همین کارو باید بکنیم، یعنی باید تمرین داشته باشیم، باید آموزش بدیم، باید به اونها یاد بدیم، باید تکرار بکنیم، این بچه رو کم کم اونس بدیم. از وقتی که شروع کرد به صحبت کردن احساس میکنیم الان داره حرف میزنه، مثلا بابا میگه، مادر میگه، اسمهایی که هست رو کم کم استفاده میکنه. این موقع تمرین زبانیه. از وقتی که بچه بعد از اون تمریناتی که ما داشتیم، از وقتی که بچه شروع میکنه به صحبت کردن و زبان بچه در حال راه افتادن هست، الان اون زمانی هست که ما میتونیم در کنار این که به هر حال اسم بابا و مادر و اسم اینو اونو بهش یاد میدیم، در کنار این همون تمرینی که برای یاد دادن اسم بابا، اسم مادر، بابا میخواد که اسم خودش یاد بده، مادر میخواد اسم خودش یاد بده، خواهر میگه بگو با خواهر، بگو فلانی، بگو فلانی، این تمرین ها رو برای قرآن کریم هم داشته باشیم. یعنی اینطور نباشه که ما فقط به فکر این باشیم که اسم ما رو یاد بگیره، اسم این یاد بگیره، اسم اون یاد بگیره. بهش یاد بدیم بسم الله، مثلا همین بسم الله رو بهش یاد بدیم، یک کلمه. نیازی نیست که اول کم کم شروع میکنیم، کلمه به کلمه، و عجله نمیکنیم. عجله در کار نیست. سن شروع حفظ قرآن کریم از بعد از 5-6 ساله. این خیالتون جمع باشه. بله ما نمونه هایی داریم، اطفالی هستن که در سن 5-6 سالگی شاید حفظ بکنن، اما اینها موارد خاص و نادری هستن که اینها رو فرزندانتون مقایسه نکنید با اینها. بگین خب بچه فلانی من دیدم که یک حافظ خردسالی در 6 سالگی حافظ قرآن شده، من بچه‌م حافظش در 6 سالگی حافظ کل قرآن بشه. نه، این زوده. علاوه بر این که بحث بسیار مفصل روی این است که اصلا آیا مناسب هست که ما در زیر سن حتی 10 سال برای کودکان این بحث حفظ قرآن کریم رو مطرح بکنیم و کل قرآن حفظ بکنن یا نه، اون به جای خود. اما سن شروع یادگیری روحانی قرآن کریم به حفظ قرآن کریم به صورت تخصصی و حفظ کل قرآن کریم حداقل از 5-6 سالگی جلوتر مناسب نمیبینم بنده این رو. و عزیزانی که در باب تخصص حفظ قرآن تخصصی دارن و تجربه هایی دارن هم به هر حال همچین نظری دارن. علاوه بر این که اما این به معنی نیست که ما چون نمیخوایم که حافظ کل بشه هیچ حفظ نکنه. نه، ما شروع میکنیم کم کم. الان مراحل اولیه رو باید بهش یاد بدیم، شروع میکنیم کلمه به کلمه بهش یاد میدیم و اول شروع میکنیم مثلا بسم الله، همین رو ما در 2 روز 3 روز 1 هفته 2 هفته تا این یاد بگیر. بعد کلمات دیگری رو بهش میذارم، بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا الرحمن الرحیم رو باید اضافه میکنیم بهش. بعد اینو که یاد گرفت الحمدلله رو باز تمرین میکنیم، الحمدلله، همین یاد بگیره کم 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 باز کلمه یک تیکه تیکه بهش اضافه میکنیم، باز میریم جلو. و عجله نداشته باشید در اینکه فرزند در همون ابتدا یاد بگیره. باید تلاش بکنیم که فرزند علاقه‌مند باشه به حفظ قرآن کریم و زده نکنیم فرزندانمون رو. ما در دوره قبل از کلا در دوران قبل از یادگیری نوشتن و خواندن ما حفظ تخصصی رو بنده پیشنهاد میکنم. تا وقتی که فرزند شما خواندن روخانی قرآن رو به اون یاد ندادید، اول بعد حروف رو بشناسه، بعد از حروف شناختن قواعد روخانی رو یاد بگیره، بعد از قواعد روخانی رو یاد بگیره، بعد از روخانی سعی بکنه که قواعد تجویدی رو یاد بگیره، اینها روانخوانی رو یاد بگیره. اینا مراحلی است که همه باید رعایت بشه در یک حفظ خوب. حفظ خوب اگر میخواین واقعا فرزند شما یک حافظ خوب باشه، یک خادم خوب برای قرآن کریم باشه، این مراحل رو عجله نکنید. وقت زیاد ان شاء الله. نیت مهمه. شروع میکنیم، الله تعالی کفاف داد عمر ما و فرزندانمون رو که فبه المراد، اگه ندادیم اجرش رو میگیریم. اما خب ما نمونه هایی داریم که بله قبل از یادگیری خواندن و نوشتن اونها قرآن رو حفظ میکنن، اما مشکلاتی هم این تر حفظ کلی چند جزء که حفظ بکنه ایجاد میکنه که مشکلات نگیم، یعنی سخت‌تر میکنه کار رو برای دوره بری ها. حتما باید کسی باشه که با این فرزند اگر میخواید در این سن شروع بکنید، حتما باید کسی باشه که بالا سر اون باشه، چون این خودش نمیتونه مراجعه بکنه به سراغ مصحف. خود فرزند نمیتونه بره سراغ مصحف باز بکنه بخونه، بلد نیست. شما فقط به اون گفتید، اون شنیده حفظ کرده و میخونه. حتما باید کسی باشه از اون گوش بکنه، حتما کسی باید باشه به اون القا بکنه. به همین خاطر این هم برای استادش هم برای دوربری‌هاش وقت گیره و حتما باید اگر کسی میخواد در قبل از خوندن و نوشتن فرزند شروع بکنه حفظ قرآن به صورت تخصصی تا چند جزئی رو یاد بگیره، حتما باید یک استاد حتما باید باشه بالا سر بچه، چون باید یکی باشه به اون بگه و گوش بکنه. بچه خودش که بلد نیست بره سراغ قرآن برداره بخونه حفظ بکنه.
به همین خاطر ما در سن قبل از روخانی پیشنهاد میکنیم که فرزندانی که دوست دارن، عزیزانی که میخوان فرزندانشون قرآن یاد بگیرن، اول شروع بکنین آن چیزی که گفته شد رعایت بشه ان شاءالله. هر کسی در هر شرایطی که هست شروع بکنین به القا کردن کلماتی، جملاتی کم 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 کم، سوره حمد، سوره اخلاص، قل الله احد، قل انا اعطینا، اذا جاء نصر الله، سوره‌های کوچک کوچک اول شروع کنین، کم کم اینها رو بهش یاد بدین و اگر دیدید که پیشرفت کرد میتونید از جزء 30 شروع بکنید، از آخر قرآن بیاید به سمت اول، از آخر جزء 30 بیاید به اول جزء 30 و هی تمرین بکنید با اونها و این چیزها رو بهشون یاد بدید و کم کم بعد از اینکه تا حفظ جزء 30 تمام نشده هیچ جزء دیگر رو شروع نکنید. پیشنهاد من به حتی بزرگسالان عزیز که میخوان کل قرآن حفظ بکنن این است که اول از جزء 30 شروع کنید، جزء 30 رو حفظ بکنید، بعد اگر خواستید از اول حفظ کنید. البته برای خردسالان من پیشنهاد من این است که اول جزء 30 رو حفظ کردن همونطور از آخر بیان یک چند جزئی رو، چون سوره کوچکتره، آیات کوچکتره، بعد از اول شروع بکنن. اجازه بدین حداقل یک رو به باقی مانده رو به شما اختصاص بدیم، شما عزیزان، تماس‌های شما و عزیزانی که تماس میگیرن حتما آشنا هستید با جریان تماس ها. بزرگ سالهای عزیز از همین صفحه که تلاوت شد ان شاء الله از آیه 62 شروع میکنین به تلاوت کردن و خردسالان و نونهالان عزیزم که آزادن هر جایی که خواستن تلاوت بکنن. اولین تماس این برنامه سلام علیکم، برنامه روخانی قرآن کریم. بفرمایید. بیننده عزیز سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما، شبکه وصال حق، برنامه روخانی قرآن کریم. سلیمانی هستم، صدای شما در استودیو پخش میشه. بفرمایید، خودتون معرفی میکنید. فرشید. آقا فرشید از کجا زنباس میگید برادرم؟ از شیراز. آقا فرشید از شیراز. آقا فرشید انشالله که در تلاوت سوره بقره با ما مشارکت میکنید. بله. صدای ما رو از تلفن بشنوید. از ابتدای آیه 62 شروع کنید به تلاوت. صدای تلویزیونتون رو ببندید لطفا، یا از تلویزیون فاصله بگیرید. حداقل از تلویزیونتون فاصله بگیرید. آقا فرشید. بله. آقا فرشید صدای تلویزیونتون رو ببندید لطفا. بسم الله. ان الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ولا خوف علیهم. بله. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. ما فیه لعلکم تتقون. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمت فلولا بله. فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. احسنتم. ماشاءالله. علمتم الذین ماشاءالله فرشید. ولقد علمتم الذین اعتدوا. دستتون در کنه. تشکر میکنم از تماس شما. خیلی خوب. برنامه‌تون ممنونم. متشکرم. خیلی ممنونم. متشکرم از تماس شما. لطف کردید. فقط رو شبکه شما قرآن یاد گرفتم. الله تعالی شما حفظ بکنه. ان شاء الله که با ما باشید که شروع بکنیم بهتر و بیشتر پیش بریم در قرآن کریم. متشکرم از تماس شما. موفق باشید. شما سرورید. موفق باشید. متشکرم از تماس شما. موفق باشید. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی میکنید؟ شکر الله هستم، از ایران تماس.
آقا شکرالله از ایران. اگر شما از ادامه تلاوت برادرمون از آیه 65 شروع کنید به تلاوت ممنون میشه. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا فجعلناها بله بين يديها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. احسنتم. ماشاءالله شکر جان. ماشاءالله تشکر از تماس شما. متشکرم. ممنونم. موفق باشید. الله یار و نگهدار شما باشه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. بیننده بعدی سلام بر شما بفرمایید. یک نکته رو شکر جان در تلاوتتون دقت بکنید که و اذ ذال حرف ذال در هنگام ساکن بودن حرکت نکنه. فقط همون 5 حرفی گفتم قاف تا با جیم دال قطب جد، همین 5 حرف فقط کمی در مخرج در هنگام ساکن بودن میلرزن. و اذ اینجوری نشه و اذ قال نشه و اذ قال و اذ حرکت نکنه و اذ قال و اذ نشه. متشکرم. سلام علیکم روخانی قرآن کریم. الو. سلام بر شما بفرمایید. الو. سلام علیکم. الو. سلام بر شما بفرمایید. الو. با تلفن صحبت کنید. سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر نامتون رو ذکر کنید. من محبوبه هستم از تاجیکستان. نجیب خانم از تاجیکستان. خوش آمدید خواهرم. میخواهم درس این رو قرائت کنم. بسم الله خواهرم. دعای آخر را بخوانید. قال ادع لنا ربک. الو. بسم الله خواهرم. بسم الله تلاوت کنید. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فرض ولا بكر أولا بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما شاء الله. روی تلفظ خواهرم روی تلفظ یبین لنا یک کمی دقت بکنید. یبین لنا که یا خوب واضح باشد. متشکر هستم. برادرم میخواد. بسم الله. الو. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. من فیردوس از تاجیکستان. چی نامتان چیست؟ یک بار دیگر تکرار کنید. فردوس جان از تاجیکستان. عمو جان از کجا تلاوت میکنید فردوس؟ بله فردوس جان. از کدام سوره میخوانید؟ سوره فیل. کدام سوره؟ فیل. تین و تین و زیتون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الان ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فیل.
ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول. احسنتم ماشاءالله. فردوسان چند ساله هستین شما عمو جان؟ 9 ساله. 9 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. تشکر از شما. تشکر از شما. متشکرم. موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. سوره فیل رو تلاوت کردن، من اشتباهی تین شنیدم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ من ابراهیم هستم از تاجیکستان. ابراهیم جان از تاجیکستان. عمو جان خوبی؟ میخوام درس امروزه رو از اول بخونم. بسم الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. یک بار دیگه ابراهیم جان. ابراهیم جان. من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ابراهیم جان. آقای سلیمانی خواهرم هم میخواند. چشم. یک بار ابراهیم جان قبل از این که خواهر شما شروع کنن این آیه رو دوباره بخونید. و اذ اخذنا میثاقکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من سکینه هستم از تاجیکستان. سکینه خانم از تاجیکستان. از کجا میخواید خواهرم؟ از دوام میبردارم. خب شما باید اخذنا از آیه دوم شروع کنید دوباره. و اذ اخذنا میثاقکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. احسنتم. فقط یک کلمه رو تکرار کنید به همراه من. فلولا فضل الله. فضل الله. فضل الله. نه فلولا فضل الله. نه پر بخوانید. فلولا فضل الله. فلولا فضل الله. فضل الله. احسنتم. فلولا فضل الله. احسنتم. ماشاءالله. فضل الله. ماشاءالله. ماشاءالله. متشکرم از تماس. تشکر از برنامه‌های خوبت. متشکرم از تماس شما. موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام. سلام. سلام عمو عزیزم. سلام دایجا. سلام عزیزم. خوبی؟ خوبه. چیه اسمت؟ سلما. یه بار دیگه بگو. یک بار دیگه دایی جان اسمتو بگو. سلما. سلما؟ بله. ماشاءالله سلما خانم. از کجا تلاوت میکنی عمو جان؟ از ایران. کدوم سوره رو میخونی؟ سوره توحید. سوره توحید. قل هو الله احد. بسم الله. قل هو الله احد. یه بسم الله بگو دایی جان. یه بسم الله بگو دیگه. بسم الله بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد
الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یک بارم با دعایی تکرار میکنی؟ سلما جان من میخونم شما تکرار کن باشه؟ باش. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله احد. نه من میخونم شما بعد از من بخون. قل هو الله احد. بخون. قل هو الله احد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا احد. ولم يكن له كفوا. كفوا احد. كفوا احد. احسنت ماشاءالله ماشاءالله. عمو جان چند ساله ای؟ 7 ساله. خدا حفظت کنه. ممنون از تماست. لطف کردی. امر دیگه ای نداری عمو جان؟ نه. ممنونتم. موفق باشی. خدا نگهدارت. وقت داریم تماس بگیریم عمو جان؟ تموم شد. یک نفر دیگه هم میگیریم. یک نفر دیگه هم بس کن که آخرین بیننده باشه. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. الو سلام علیکم استاد سلیمانی بزرگوار. سلام بر شما بزرگوارم. نامتون رو میگید؟ خالقی هستم آقای سلیمانی. آقای خالقی عزیز. حال شما خوبه؟ بله. خدا رو شکر شما خوب هستید. اگر متشکرم. دعای آخر سفر برای ما تلاوت کنید تا تموم بشه. شما آخرین بیننده این برنامه هستید. آخرین کسی بدم به بچه‌ها بخونن یا خودم بخونم آقای سلیمانی؟ اگه بچه‌ها بخونن چون اینا ذوق بیشتر دارن. ستاره بسم الله بسم الله بسم الله. ما به عنوان استاد این برنامه از این ماشاءالله شکوفه‌های خانه شما استفاده می‌کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. دعای آخر بخونید. الو سلام. سلام عمو جان. عمو کجا رو بخونم؟ از آیه چند؟ از هر جا که دوست داره بخونم. میخواستم سوره بقره همین صفحه 10 رو بخونم. همین صفحه 10 رو از اول شروع کن بخوندن. دعای بخون بده. دعای بعدی هم خواهرتون بخون. چشم ببر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. احسنتم ماشاءالله. صدق الله العظیم. احسنتم ماشاءالله. خیلی عالی بود. خیلی عالی بود. بسیار عالی بود. الله تعالی شما رو حفظ کنه. من میخواد بخونه. چشم. بسم الله. الو سلام. سلام عمو جان. سلام. میخوام ادامه سوره که خواهرم خوند رو بخونم. به روی چشم. بفرمایید. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عمو جان آیه آخر رو یه بار دیگه با هم میخونیم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. تکرار کنید با من. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ما شاء الله ما شاء الله. بسیار عالی بود. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. احسنتم. ما شاء الله ما شاء الله عمو جان. بسیار عالی بود. ما شاء الله. متشکرم از تماس شما. امر دیگری هم دارید؟ هستید رو خط تشریف بردید آقای خالقی؟ هنوز رو خطید. اگر موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. متشکرم از تماس شما و تشکر میکنم از آقای خالقی عزیز و الله تعالی برای شما نگه داره این نونهالان قرآنی رو برای شما و انشاءالله که تمام فرزندان امت اسلامی این گونه باشن. و معذرت خواهی میکنم از همه عزیزانی که پشت خط موندن. در هر برنامه چند هزار نفری پشت خط میمونن و وقت برنامه رو اگر 2 ساعت هم اختصاص بدیم و نهایتش 20-25 نفر اگه بتونیم بگیریم، بیشتر نمیتونیم بگیریم. به همین خاطر از همه شما عزیزان من معذرت خواهی میکنم به خاطر کمبود وقت. تشکر میکنم که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردین و تشکر خاص از احمد جان و دوستان پشت صحنه و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.